دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 4 مارت 2026 میباشد. قرار داریم در نزد نهال سیب. ما اینجا همین بریش کردگی بودم و سالی گذشته با شما نشون دادم. یکی بریش کردم آنکه خلطای خاک رو آویزان کردم. یکی بریش کردم گفتم که خودش باید نودای پهلوی بیاد. لیکن چه خیلی که میبینیم ما وقتی که خلطای خاک رو آویزان کردیم نودای پهلو اومدن این بسیار خوب شد. دیگرش رو که آویزان نکردیم باز از نو نودا بالا رفت. این رو چه خیلی میبریم ما. این رو هم نودای داخلی رو میبریم که تا آفتاب گذر شود. هرچند که اینجا گل هم ممکن کند لیکن اینا رو میبریم. ما درون رو اول باید خالی کنیم. بعد دو قبط کنیم. من این یک قبط شد. در اینجا هست. این بالا رفتگی است. ما باید این رو این باید پهلو بیاید. با کنده نزدیک است. این رو از اینجا میگیریم. آفتاب دارا میکنیم. مقصد اساسی ما هرچند نودا پهلوتر رود همقدر خوبتر میشود و ما باید قبط با قبط کنیم. من اینجا قبط هست. اینجا این قبط هست. این زیادی هست. این زیادی هست. اینو گرفتیم از داخل. این نرکین ها و نرک ها رو میگیریم. اون نوده که داخل میدورد خلال میرسوند. من این نوده داخل این دراموس هست خلال رسونده شده است. میگیریم و این چونین این نوده رو بینید که در این رسید. هرچند که گل دارد این رو میگیریم. باز میبینیم این یک قبط شد. اینم در داخل بود قبط دوم رو در اینجا دادنم داده کن. اینجا باید تیرزه شود. تیرزه آفتاب دراده برای این نشو میگیریم. نشو میگیریم و این چونین این نشو میگیریم. آره کشاد میکنیم. اینش رو باشد ما با بیرون روانه میکنیم. با بیرون من نوده ما رفتگی است. من از اینجا گرفتیم و این نوده بیرون رفت. بینید که خودش کشاده شد. این رو هم گیریم خوبتر چون که این رود این نوده یکتا ما این طرف روان میکنیم. این رو هم میگیریم برای دیدید دوستانی من چقدر جایی آفتاب درست شده. این رو میبیاییم میبریم میبینیم کدام بغامی که بیرون نگاه میکند همونجا میبریم که این بیرون رود. اینش رو هم میخیل میکنیم. بولو میگذاریم. نوده در اون رفته هست میگیریم. نوده رو بیرون روی میکنیم. من اینجا میگیریم. ببینید این نوده اینجا است. این نوده بیرون رفته است. خیلی خوب رفته است بیرون. اینش هم بیرون آمده. اینش رو از اینجا میگیریم. اینش رو نوکش رو قیچی میکنیم تو بیرون رود. این رو میبینیم. این نزدیک آمده است. این بیرون رفته است. این رو که گیریم این دوام دهنده میشود. این طرف میرود. ببینید که داخل رو ما چقدر کشوده کردیم. در اینجا یک قبط شد. اینجا دویم قبط رو میکنیم. دویم قبط ما ببینید که بیرون برآمدگیش این است. این رو میگیریم. بیرون برآمدگیش رو کمی کوتاه میکنیم. تو